ساخت هیتر دستساز برای تعمیر لوازم. ولوم داره. این ولوم برای افزایش گرما و افزایش دمای هیتر هست و این ولوم برای افزایش قدرت باد و این شلنگ هم با سیمی که داخلش هست گرما رو از داخل هیتر میده بیرون. خب ما اینجا فنری گذاشتیم برای گذاشتن هویه لاین کاری بالایی و از یه جعبه استفاده کردیم برای گذاشتن لوازمای داخلش. خب ما پشت این فنی گذاشتیم برای مکش ورودی هوا و داخلش موتوری هستش که هوا رو میکشه میده داخل. ما این فن رو گذاشتیم که این از اینجا هوا رو بده به اون موتور و اون موتور هوا رو تقویت کنه و از داخل شلنگ بده بیرون که ما از اینجا داخل این هیتر المنت رو داریم گرما رو از داخلش بده بیرون. خب ما اینجا از کلید استفاده کردیم. این کلید برای ورودی برق کل دستگاه هست و از کابلی استفاده کردیم برای ورودی برق و از سوکتی استفاده کردیم که اینجا به حساب سوکت مادگی هستش که اینجا ورودی برق رو میده داخل. خب ما همزمان با زدن این سوکت به این جعبه و با زدن این کلید مشاهده میکنید فن شروع به گردش میکنه. خب ما اینجا هر ولوم خودش یک کلیدی هستش، یعنی شما اینو بچرخونی برق اول شروع میکنه به داخل رفتن این سری میشه. خب ما اینجا روشنش میکنیم میریم برای تست. اینجا هم یک کبریت گذاشتن که ببینیم گرماش چقدر. خب اینجا روشن میشه، یعنی الان روشن شد. اینجا هم که مشاهده میکنید صدای بادم میاد. خب ما اینجا المنت رو روشن میکنیم. اینجا شما هرچی سرعت باد بیشتر باشه باید المنت رو قوی تر کنه. خب اینجا المنت در حال گرم شدن هست. خب میریم که ببینیم کبریت رو روشن میکنه یا نه. بله دیدید که کبریت آتیش گرفت. ما اینجا تست میکنیم. خب ببینید دوستان خب شما اینجا برای داشتن دمای بیشتر میتونید موتور رو کم کنید. دوستان یادتون نره اول خب اینجا دما زیاد شد. خب دیگه از این بیشتر انجام نمیدیم. خب دوستان دما شما هر وقت خواسته باشین دستگاه رو خاموش کنید حتما باید اول المنت رو خاموش کنید. خب المنت رو که خاموش کردید باید بذارین همینجوری باد بیاد که المنت سرد بشه. اگه شما المنت روشن باشه و فن رو خاموش کنید 100% المنت شما میسوزه. خب این هم از هیتر دستساز ما، خیلی کاربردی و مناسب. خدا نگهدار.